نیمه شب بود و سکوت همه جا رو گرفته بود. یهو سایه ای از دل درختا بیرون اومد، سایه ای که نمیتونستم توصیفش کنم و فقط به من نزدیک میشد و با هر قدمش ترسی توی وجودم جوونه میزد. به کانال جیغ بلند خوش اومدی. سلام، من راوی این داستانم و قرار یکی دیگه از ماجراهای ترسناک و ماورایی و شنیدنی رو با هم بشنویم. این داستان رو آقا کاوه برامون فرستادن، پس اگه آماده ای بریم سراغ قصه ای که قراره یکم مو به تنمون سیخ کنه. ما توی گیلان و منطقه تالش توی شهری به اسم چوبر زندگی میکنیم. شاید اسمش رو نشنیده باشین، ولی یه جاییه که پر از طبیعت و آدمایی که با دل و جون توی این منطقه زندگی میکنن. اسم من کاوه است، یه آدم ساده و معمولی و یک کمم درونگرام. سال قبل من و دوستم مهراب تصمیم گرفتیم آخر هفته بریم توی جنگل بالای شهر. این جنگلی که میگم نه تنها برای من، حتی برای خود مهرابم یه جای خاص بود، چون پدرش اونجا زمین و خونه ای داشت. نه که فکر کنین مثل باغای شهری باشه، نه، این زمین وسط جنگل بود، یعنی یه جایی که طبیعت و درختا خودشون رو خیلی بیشتر از آدما نشون میدادن. از داخل شهر تا اونجا اگه با موتور بری حدود 1.5 ساعت طول میکشه. ما هم تصمیم گرفتیم که یه شب اونجا بمونیم و حسابی خوش بگذرونیم، چون من همیشه عاشق سفرهای طبیعت گردی بودم. وسایل رو آماده کردم، از مغازه چند کیلو گوشت برای کباب برداشتم، کباب پز، نوشابه و کلی چیز دیگه. اما یه چیزی رو هم در نظر گرفتیم که چون احتمال میدادیم پدر مهرابم اونجا باشه، برای احتیاط مشروب و این چیزا رو نبردیم. وسایل رو جمع کردم و رفتم خونه مهراب رو سوار کردم و راه افتادیم. توی راه کلی با هم حرف زدیم، خندیدیم و از خاطرات گذشته گفتیم. کلی زمان گذشت و تقریباً 1.5 ساعت بعد رسیدیم به یه منطقه از جنگل که اسمش ووسی بود. این منطقه خیلی زیبا و سرسبزه و وقتی واردش میشی انگار یه دنیای دیگه به رود باز میشی. بعد از اینکه رسیدیم موتور رو توی حیاط گذاشتیم و وسایل رو برداشتیم و وارد خونه شدیم. هنوز ظهر بود و پدر و برادر مهراب توی باغ مشغول کار بودن. نشستیم و چند ساعتی گذشت. چای زغالی رو درست کردیم و بردیم پیش پدر و برادرش. یه دور با هم خوردیم و بعد از چند ساعت من هم کبابا رو درست کردم که برای ناهار بخوریم. غذای داغ و خوشمزه‌ای که همه ازش خوششون اومده بود. بعد از ناهار هم من و مهراب رفتیم داخل جنگل. طبیعت اونقدر زیبا و جذاب بود که نمیتونستیم ازش دل بکنیم. من خودم هم همیشه علاقه خاصی به جنگلا داشتم، به خصوص جنگلای تالش و آستارا که مثل بهشت میمونن. پدر مهراب معمولاً زود به شهر میرفت تا به زن و بچهش برسه. وقتی پدر مهراب رفت من و مهراب و برادرش مانی نشستیم و حسابی ورق بازی کردیم و خوش گذروندیم. ولی شب که شد یه اتفاق عجیب افتاد. من توی اتاق کنار پنجره نشسته بودم که احساس کردم یه چیزی توی بالکن حرکت میکنه. یکی که خیلی آروم قدم میزد، انگار نمیخواست کسی صدای پاشو بشنوه. نگاهی به مهراب کردم، اما وقتی چهره بیخیالشو دیدم با خودم گفتم شاید اشتباه میکنم. همون لحظه چشمم افتاد به گوشه حیاط. یهو احساس کردم یه سایه از کنار درختا عبور کرد. این دفعه واقعا ترسیدم. بلافاصله به مهراب گفتم فکر میکنم کسی توی حیاطه. مهراب که نگرانی رو توی چشمای من دید پرسید واسه چی؟ گفتم یه سایه کنار درختا دیدم.
و همون لحظه دوباره حیاتو نگاه کردم. دوباره یه چیزی کنار درختا بود و چشماش برق میزد. بیشتر که دقت کردم اصلاً شبیه آدمیزاد نبود. تاریکی و سایه های جنگل باعث شده بود که حتی نتونم درست تشخیص بدم، اما همون یه لحظه کافی بود که بدنم به لرزه بیفته. ترس همه وجودم رو گرفته بود و نمیدونستم باید چیکار کنم. سریع به مهراب نگاه کردم و دیدم اون هم از چهره نگران و ترسیده من دست پاچه شده. گفت چیزی نیست، شاید توهم زدی. اما من نمیتونستم بی خیال بشم. انگار همه چیز توی من فریاد میزد که اونجا یه چیزی هست که نباید باشه. به خودم دلداری دادم و سعی کردم به خودم بگم که شاید خیلی خستم، اما هیچ چیزی نمیتونست ترس منو کم کنه. تصمیم گرفتم بیرون برم و ببینم واقعا چی هست. رفتم بیرون و به مهرابم گفتم تو هم با هم بیا. رسیدیم به حیاط و یکم آب به سر و صورتم زدم تا حالم یکم بهتر بشه. مهرابم همینطور. توی راه برگشت به خونه مهراب گفت شب رو میمونیم دیگه. گفتم نمیدونم مهراب، شاید نه. مهراب که دوست داشت برنامه رو ادامه بده گفت اما قرار بود بمونیم نه؟ منم گفتم آره، ولی من احساس خوبی ندارم. مهرابم که یکم نگران شده بود گفت توهم زدی کاوه جان، من که نه چیزی دیدم نه صدایی شنیدم. منم با حالت سردرگم پرسیدم صداهایی که از طبقه بالا می اومد رو تو نشنیدی؟ مهراب با تعجب گفت چه صدایی؟ اونجا که کسی نیست. اما من تأکید کردم و گفتم من صدای پای یه نفر رو شنیدم. بعدش زیر درخت کنار حیاط یه چیزی رو دیدم، یه صورت سیاه که یه لحظه برق زد. مهراب که هنوز یکم گیج بود گفت حتما به خاطر خستگی، یکم آروم باش، الان چایی میذارم با هم بخوریم. راستش حرفش یکم به من آرامش داد، ولی هنوزم احساس میکردم چیزایی که دیدم و شنیدم واقعی بودن. به خونه که رسیدیم دیدم مانی رنگ صورتش مثل گچ سفید شده. با تعجب ازش پرسیدم چیزی شده؟ مانی هم با یه لبخند کمرنگ گفت نه هیچی نیست. بعد سریع گفت دیگه باید برم، شما نمیاین؟ مهرابم که فوری جواب داد و گفت نه برو، ما نمیایم. بعدش با من خداحافظی کرد و رفت. منم نشستم و به مهراب گفتم دیدی برادرتم یکم عجیب رفتار کرد. مهراب از روی بی‌تفاوتی گفت نه بابا، حساس شدی. مانی کجاش عجیب بود؟ ولی خودمونی ما از جن و ارواح میترسی. منم گفتم تو میدونی من آدم ترسویی نیستم، ولی اگه تو موقعیت من بودی نمیترسیدی؟ دیدن یه موجود غیر طبیعی ترسناک نیست؟ من که واقعا ترسیدم. بعدش بحثمون شروع شد. مهراب که خیلی از جن و ارواح میدونست شروع کرد از داستانای عجیب پدرش و پدر بزرگش گفتن. گفت که پدرش یه بار یه موجود عجیبی توی جنگل دیده، یا پدر بزرگش یه شب توی کوهستان با یه موجود غیر قابل توضیح روبرو شده بود. همون جور داشتیم حرف میزدیم و مهراب از رشادت‌های خونوادش میگفت که یهو در زدن. تقریبا ساعت 11 شب بود و مهراب با تعجب گفت این وقت شب کی میتونه باشه؟ هیچ کدوم از همسایه ها هم که امروز اینجا نبودن. بعد مهراب رفت در رو باز کرد و دید که یکی از همسایه ها اومده. تعارفش کرد، اونم اومد داخل، سلام کرد و نشست پیش ما. ما هم واسش تخمه و مخلفات آوردیم، ولی اون هیچ چیزی نمیخورد. مهراب با شک ازش پرسید کی اومدی بالا؟ اون هم جواب داد ظهر اومدم، اینجا کار داشتم. مهراب با تعجب گفت اما من و کاوه دم غروب از کنار خونتون رد شدیم، کسی اونجا نبود. همسایه هم به تته پته افتاد و گفت
آره دم غروب رفتم، یه کاری داشتم، خونه نبودم. بعد از مهراب پرسید شما شب رو اینجا میمونین؟ مهراب گفت احتمالاً آره، شب هستیم و فردا برمیگردیم. اونم لبخندی زد و گفت اگه نمیترسید بمونید، فقط مواظب زمین هم باشید. مهراب به من نگاه کرد، منم با تعجب زیر لب آروم گفتم این از کجا فهمید ما ترسیدیم؟ بعد هم همسایه بلند شد که بره. ما هم تا دم در همراهش رفتیم تا بدرقش کنیم. وقتی رفت و مهراب بهم گفت کاوه به نظرت رفتارش عجیب نبود؟ منم گفتم آره، تو هم متوجه شدی؟ اول گفت که ظهر اومده، بعد گفت خونه نبوده، کلن رفتارش خیلی عجیب بود. مهراب گفت شاید قاچاق درخت میکنه و نمیخواسته ما بفهمیم. منم گفتم ولی چرا گفت که اگه نمیترسید بمونید؟ این حرفش خیلی عجیب بود. مهرابم شونشو به علامت نمیدونم بالا داد و رفت توی خونه. خلاصه اومدیم داخل، نشستیم و داشتیم حرف میزدیم و میخواستیم یه فیلم کنار هم ببینیم که مهراب گفت صبر کن یکم آشغالای تخمه و پوستا رو جمع کنم بعد فیلم بذار. منم سرم توی گوشیم بود، فیلم دانلود کرده بودم که شب ببینیم، چون اونجا آنتن نداشت و نمیشد آنلاین دید. همینطور که سرم توی گوشی بود یهو مهراب یه طور خاص کنارم ایستاد، انگار که چیزی دیده باشه. با ترس گفت کاوه کاوه. گفتم چی شده؟ مهراب با دستش اشاره کرد که نگاه کنم. رفتم پیشش، دیدم داره به میز اشاره میکنه. گفتم چی شده؟ گفت یادت همسایه چاییشو خورد؟ گفتم آره. بعد گفت لیوانو ببین، دست نخورده است و چاییم داغه. گفتم شاید حواست نبود و واسش دوباره چایی ریختی. مهراب که گیشتر شده بود گفت آخه ته قوری بود، حتی واسه خودمونم نبود که بریزم، میخواستم دوباره دم کنم. ما هر دو غرق فکر و تعجب بودیم، هیچ کدوممون نمیفهمیدیم این همه اتفاق عجیب از کجا میتونه بیاد. بعد من به مهراب گفتم بیا بریم، من حس خوبی ندارم. مهرابم که انگار خودشم ترسیده بود گفت آره برگردیم بهتره. موتور و وسایل رو برداشتیم و راه افتادیم. 5 دقیقه نگذشته بود که دیدم موتور راه نمیره. نگاش کردم، لاستیکاش کمباد شده بود. به مهراب گفتم مهراب بیا با پای پیاده بریم، من موتور رو میذارم توی حیاط خونتون، بعدن میام میبرمش. مهراب کمی من و من کرد و گفت پاهم خسته است، نمیتونم راه برم. ولی قیافه منو که دید آخرش راضی شد و گفت باشه من میمونم، تو برو موتور رو بذار توی حیاط و بیا. بعدش من موتور رو زدم روی جک و مهراب داشت کوله ها رو باز میکرد. سیگاری روشن کردم و رفتم سمتش. گفتم من میرم، تو همینجا باش، زود بر میگردم. مهراب گفت باشه، فقط کاوه یادت نره در رو ببندی، تو همیشه فراموش میکنی. گفتم خیالت راحت، میبندمشون. داشتم موتور رو میچرخوندم که مهراب دوباره گفت حتما هر دوتا در رو ببندی ها. با دست اشاره کردم که باشه. 2 قدم راه رفتم که دوباره مهراب گفت کاوه یادت نره ها، یه وقت گاو میره تو، تمام نهالا رو میخوره، بیچاره میشم. چپ چپ نگاش کردم و گفتم بس کن دیگه، گفتم که یادم نمیره. بعد موتور رو به سختی هل میدادم. موتور من وزنش سنگین بود، ولی به هر حال بعد از نیم ساعت رسیدم حیاط. موتور رو جایی که بارون نزنه بهش پارک کردم و برگشتم که در اول رو ببندم. وقتی رسیدم به در دوم دیدم مهرابم اومده بود اونجا. گفتم مهراب تو این همه راه رو برگشتی اینجا؟ مهراب که ترسیده بود گفت آره ترسیدم که در رو باز بذاری، گفتم خودم بیام ببندم. منم که دیگه عصبانی شده بودم گفتم عجب آدمی هستی، 10 بار بهم گفتی
مهراب خندید و در و بستیم و راه افتادیم. همینطور که میرفتیم پایین داشتیم از اینور و اونور حرف میزدیم، شوخی میکردیم، ولی حس میکردم مهراب حالش گرفته است. بهش گفتم چی شده؟ باز حالت گرفته؟ مهراب گفت نه، یکم خستم، همین. اما انگار یه چیزی توی نگاهش بود که منو نگران کرد. یه لحظه از مهراب فاصله گرفتم. بعد از چند دقیقه رسیدیم به یه قسمت خلوت‌تر از جنگل که شبیه یه راه فرعی میمون. مهراب که خیلی شجاع بود بهم گفت کاوه میخوام یه چیزی بهت بگم. گفتم چی؟ مهراب با چهره‌ای جدی گفت راستش یه بار توی حیات همین خونه پدرم یه مار بزرگ رو کشت. بعد از اون بود که اتفاقات عجیبی شروع شد. پدرم میگفت اونا بهش قول دادن که انتقامشون رو میگیرن. من که توی شوک بودم گفتم کی این قولا رو داده؟ به کی قول دادن؟ مهراب با یه اخم سنگین گفت اجنه. از همون موقع هیچ شبی نتونستیم اینجا بمونیم، چون اول شب فراریمون میدادن. منم اولین بار بود به خاطر تو میخواستم شبو بمونم. این حرفا باعث شد مو به تنم سیخ بشه. گفتم چرا چرت و پرت میگی؟ الان وقت شوخیه؟ مهراب یه خنده تلخ زد و گفت اینا واقعی ان کاوه، اینا اصلا شوخی ندارن. اجنه مسلمانن، برای همینه که هنوز نتونستن انتقامشون رو بگیرن. رئیسشون هنوز اجازه نداده، ولی میدونم که به زودی این اتفاق میفته. من که دیگه نتونستم حرفاشو هضم کنم. بهش نگاه کردم و پرسیدم اینا رو از کجا میدونی؟ مهراب که خیلی جدی شده بود گفت اونجا رو نگاه کن و با دستش به جلو اشاره کرد. منم نگاه کردم. حدود 200 متر پایین تر از ما یه نفر با چراغ قوه ایستاده بود. گفتم اون کیه این وقت شب؟ مهراب جواب نداد. دوباره پرسیدم به نظرت کی میتونه باشه؟ ولی مهراب همچنان ساکت بود. دیگه چیزی نپرسیدم و به جلو نگاه کردم. اون فرد چراغ قوه رو به صورتم گرفت. برگشتم تا مهراب رو نگاه کنم. گفتم چرا جوابمو نمیدی؟ همینطور که حرف میزدم وسط حرفم قطع شد. وقتی برگشتم دیدم هیچ کس دیگه اونجا نیست. داد زدم و گفتم مهراب کجا رفتی؟ یهو صدایی از دور اومد که میگفت اینجام دیگه احمق، چرا نمیای؟ چشمام گرد شده بود چون صدا از پشت سرم میومد، ولی اون کسی که چراغ دستش بود داشت به هم نزدیک میشد. یه لحظه هنگ کرده بودم و مغزم قفل شده بود. نمیدونستم چی درسته چی غلط. بدون معطلی پا به فرار گذاشتم و سمت مهرابی که چراغ قوه دستش بود رفتم. ولی وقتی بهش نزدیک شدم از دور صدای عجیب و غریبی از پشت سرم می اومد. سریع برگشتم ولی هیچ کس رو ندیدم. فقط صدای کسی که چراغ قوه دستش بود همچنان نزدیک تر می شد. نفسام به سختی بالا می اومد. حس می کردم دیگه نمیتونم به درستی فکر کنم. رسیدم به مهراب. تا دیدمش گفتم فقط فرار کن. مهرابم پشت سر من با کوله پشتی می دوید. 10 دقیقه بی وقفه توی دل جنگل دویدیم. احساس می کردم که قلبم میخواد از سینه بیرون بزنه. مهراب گفت صبر کن، نمیتونم دیگه، خسته شدم. من بهش گفتم راه بیفت، توقف نکن، باید از این جنگل زودتر بریم. مهراب که نفسش به شماره افتاده بود گفت چرا توضیح نمیدی؟ بهش گفتم من اونو دیدم. مهراب با تعجب گفت کیو؟ گفتم همشون واقعی بودن. مهراب که به شدت گیج شده بود پرسید کیا؟ گفتم اجنه، همونایی که ازشون حرف میزدیم. مهراب رنگ از صورتش پرید و گفت یعنی چی؟ گفتم یعنی همون چیزی که امروز دیدیم،
همشون از اونا بودن. و بعد سیر تا پیاز ماجرا رو براش تعریف کردم. مهراب رنگش مثل جنازه ها شده بود و گفت منم وقتی رفتی یه چیزی دیدم. گفتم چی؟ گفت وقتی رفتی منم رفتم یکم پایین تر و همون حصار چوبی رو رد کردم تا برم از همون همسایه‌ای که اومده بود خونمون آب بگیرم. وضعیت خونه هم طوری بود کسی امروز نیومده اونجا. از حصار که رد شدم و رفتم پایین تر تا یه جا که آنتن میده رو پیدا کنم. بعد به همون همسایه زنگ زدم. در کمال تعجب بوق خورد چون اصلا توی خونه ها ما آنتن نداریم. بعد که جواب داد ازش پرسیدم کجایی؟ خونه بالایی یا توی شهر؟ گفت این چه سوالیه که میکنی؟ معلومه که توی شهرم. گفتم کی برگشتی؟ گفت از کجا؟ گفتم تو امروز خونه جنگل نبودی؟ گفت نه، چیزی شده؟ الکی گفتم یکی از گاوامون نیست، میخواستم ببینم تو چیزی دیدی یا نه. بعدم خداحافظی کردیم و فهمیدم اون کسی که اومد خونمون همسایه نبود. حرفش هنوز توی گوشم بود که صدای پرتاب شیئی رو شنیدم که از طرف درختا می اومد. با ترس به اطراف نگاه کردیم ولی هیچ کس رو نمی دیدیم، فقط صدای عجیبی از دور می اومد. من برگشتم، دیدم یه موجود سیاه با چشمای قرمز از بالای درخت به همون نگاه میکنه. این موجود نه تنها ترسناک بود بلکه انگار توی ذهن من رسوخ کرده بود. قلبم داشت از توی سینم بیرون میزد. بعد از چند لحظه صدای خنده‌ای وحشتناک از داخل جنگل بلند شد. مهراب هم صدا رو شنیده بود. در حالی که داشتیم از ترس میمردیم فقط سریع میدویدیم، اینقدر که صدای قلب هامون رو میشنیدیم. بعد از نیم ساعت دویدن رسیدیم به جایی که گوشی هامون آنتن داشت. بعد مهراب زنگ زد به یکی از دوستاش و ازش خواست بیاد دنبالمون. وقتی رسیدیم خونه هامون نه من میتونستم بخوابم نه مهراب. فردا که دیدمش هنوز نتونسته بودیم اتفاقات شب قبل رو فراموش کنیم و از همه بدتر مهراب ماجرای ما رو از پدرش پرسیده بود. پدرش هم تعجب کرده بود که تو از کجا خبر داری؟ مهراب هم قضیه رو بهش گفته بود و پدرش هم ازش خواسته بود در مورد این قضیه با هیچ کسی صحبت نکنه. بعد از چند روز مهراب از 2 دوستاش که اهل همونجا بودن خواست که موتور رو بیارن. بعد از این ماجرا نه من پامو گذاشتم توی اون خونه نه مهراب و این تجربه وحشتناک باعث شده بود تا چند شب کابوس ببینیم و خواب راحتی نداشته باشیم. و خیلی خوشحالم که تا آخر این داستان ترسناک و ماورایی همراه من بودی. اگه تو جای کاوه و مهراب بودی چی کار میکردی؟ تو هم بر میگشتی؟ حس و نظرت رو حتما کامنت کن و این ویدیو رو برای دوستایی که عاشق داستانای ترسناکن بفرست. داستان بعدی از اینم تاریک تره، پس کانال رو دنبال کن تا هیچ چیزی رو از دست ندی. و اگه تو هم یک تجربه یا داستان واقعی ترسناک داری برام به آیدی تلگرامم بفرست، شاید قصه تو داستان بعدی کانال باشه.